سلام و وقت همه بخیر. خوش آمدین به وبینار امروز. وبینار امروز از سلسله وبینارهای قبلی است که راجع به تحصیلات در ایتالیا به عنوان با عنوان تحصیل در ایتالیا فرصت برای آینده ممکن و در این وبینار من خودم زایر رجبی دانشجوی ساپنزای روم صحبت خواهیم کرد. بعد خانم مؤمنه آخوندزاده راجع به مدارک تحصیلاتی که برای دانشجویان ایران فارغ تحصیل از ایران فارغ شدن نیاز از صحبت خواهد کرد و خانم پروین یاوری راجع به رشته‌های پزشکی و امتحان آیمت صحبت خواهد کرد و جا دارد تشکری کنم از انجمن نوروز که برای برگزاری برنامه هماهنگی کردند و این برنامه با همکاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و مؤسسه این تخصص برگزار میشه. قسمی که در وبینار قبلی هم گفتیم یه سلسله وبینارها شامل 5 وبیناره که وبینار قبلی راجع به فرصت‌های تحصیلی ایتالیا و دانشگاه و بورسیه‌ها یک اطلاعات کلی دادیم و در این وبینار راجع به چگونگی اپلای، راجع به رزومه، انگیزه‌نامه و مدارک نیاز و مراحلی که برای اپلای است صحبت خواهیم کرد. خب در این وبینار راجع به مراحل اپلای، مدارک نیاز، رزومه، انگیزه‌نامه، طلب، CMA، DOV و چکلیست سفارت، بورسیه تحصیلی و نامه وضعیت مالی که برای بورس نیاز است صحبت می‌کنیم. خب دانشگاه‌های ایتالیا مرحله اپلایش یک پروسه طولانیه، مثل دانشگاه کشورهای دیگه نیسته که فقط شما اگر به دانشگاه اپلای کردین از دانشگاه پذیرش گرفتین اوکی باشه و همین مراحل داشته باشه. برای اپلای در دانشگاه های ایتالیا اول نیازه که شما یک جستجوی بکنین و رشته را که میخواین اپلای بکنین انتخاب کنین و مرحله بعدی گرفتن پذیرش از دانشگاه و ادمیشن است و مرحله بعدی از هم ثبت نام پرانرولمنت در سایت یونیورسیتالیست و بعد از هم درخواست ویزای تحصیلی و پروسه بعدش پروسه انرولمنت است که وقتی که شما آمدین ایتالیا تکمیل میشه. و برای دانشجویانی که فعلا به گونه قانونی در ایتالیا اقامت دارن اونها نیاز به مرحله پرانرولمنت و درخواست ویزا ندارن و ددلاین های اونا برای اپلای و برای گرفتن پذیرش هم نسبت به کسایی که از ایران، افغانستان و کشورهای دیگه اپلای میکنن متفاوته. خب مرحله اول اپلای برای هر دانشگاه پیدا کردن رشته و دانشگاه مورد نظره. یک از سایت های خیلی چند سایت که میتونه این شما را کمک بکنه، اولین سایت یونیورسیتالی هست که سایت مربوط وزارت یک ارتباطی بین وزارت خارجه ایتالیا و دانشگاه های ایتالیا است. در این قسمت به این سایت شما میتونین مراجعه کنین و رشته هایی که مورد نظرتان است را انتخاب کنین و بعد مراجعه کنین به سایت خود دانشگاه و اطلاعات بیشتر را بگیرین. سایت بعدی برای کسی که میخواین اپلای برای های کارشناسی ارشد یا ماستری بکنن سایت masterportal.com که اینجا میتونن کشور ایتالیا انتخاب کنن و رشته را که میخواین بر اساس همون رشته و کشور ایتالیا جستجو کنن. و برای کسایی که میخواین برای بچلر و کارشناسی اپلای کنن سایت بچلرز پورتال یک سایت مفیدیه برای جستجوی رشته ها. بعد از اینکه رشته مورد نظر خود را انتخاب کردین مرحله بعدی گرفتن ادمیشن و اقدام بر پذیرش از دانشگاه های ایتالیا است. وقتی که شما رشته را انتخاب کردین اول نیازه که شما وارد سایت دانشگاه شوین ببینید برای رشته که شما میخواین اپلای کنین چه مدارک نیازه، مثلا چند فیصدی نمره نیازه، چون این نظر به دانشگاه و نظر به رشته متفاوته. خب مثلا بعضی دانشگاه ها در ریکامندیشن لیتر یا توصیه‌نامه از استاد نیاز داره، بعضی دانشگاه ها نیاز نداره، بعضی دانشگاه ها مثلا ددلاین های مختلف برای ثبت نام داره. هر کدام از این شما باید مراجعه کنید به سایت دانشگاه تا یک اطلاعات دقیق داشته باشین. و معمولا دانشگاه های ایتالیا
برای ثبت نام چند کال داره، یعنی چند بازه زمانی داره که مثلا ثبت نام کنیم. معمولا از ماه ثبت نام از ماه دسامبر شروع میشه، نوامبر، دسامبر تا به ماه اپریل و می که نظر به دانشگاه ها متفاوت. مثلا دانشگاه سپین زایروم فقط یک کال داره که اکثرا از ماه دسامبر تا به ماه اپریل و شما اینجا ثبت نام میکنین. و بعض دانشگاه های دیگه مثلا کال های متفاوت داره، هر کال برای مدت 1 ماه یا 1 ماه بازه، بعد اون کال بسته میشه و بعد از حدود 1 ماه اینا نتیجه اعلان میشه و این را باید شما سایت دانشگاه رو ببینید تا کدام یک از اینا حسیت میکنه. و برای بعضی دانشگاه ها هم ثبت نام فقط از طریق سایت یونیورسیتی انجام میشه. این نیست شما پورتال خود دانشگاه اکانت نمیسازین و فقط از طریق سایت یونیورسیتی ثبت نام میکنین و همزمان هم پذیرش شما و هم مرحله پرانرولمنت همزمان انجام میشه اگر دانشگاه با شما پذیرش داد. و دانشگاه ها معمولا پورتال های مختلف داره برای ثبت نام. مثلا بعضی دانشگاه ها مثل دانشگاه فلورانس، دانشگاه سنا، دانشگاه مسنا اینا از یک سیستم یک پارچه دریم اپلای استفاده میکنن. فقط یک سایت، همون سایت میدین و نظر به اون دانشگاه مختلف هم میشه اپلای کرد. هر دانشگاه در این سایت لینک خود داره و مثلا دانشگاه سپینزا مثلا گومووین است، پلتفرمی که استفاده کرد برای گرفتن پذیرش و دانشگاه های دیگه پلتفرم های خود داره برای ثبت نام. و مدارک مورد نیاز که قبلا هم گفتم و نحوه بارگذاری و اپلود هر مدارک متفاوته. مثلا دانشگاه مثلا موتیویشن لیتر شما می نویسین، تایپ میکنین و شما فایل اپلود نمیکنین برای موتیویشن لیتر، یا مثلا ریکامندیشن لیتر شما فایل اپلود نمیکنین بلکه ایمیل استاد میدین، خود اینا ایمیل میفرستن به استاد و استاد دوباره باید برای اینکه شما ریکامند کنه دوباره باید به ایمیل دانشگاه جواب بده. و بعضی دانشگاه ها اپلیکیشن فی میخواین، مثلا میگه که شما حق دارین به یک رشته و یا هم دو رشته در دانشگاه هزینه رو باید بپردازین، ولی بعضی دانشگاه های هم هست که اپلیکیشن فی نمیگیرن و رایگانه، ولی اکثریت دانشگاه ها در بسیاری سمت روانه که اپلیکیشن فی بگیره از دانشجوها تا که یک مقدار از لودی که دارن کمتر کنن و دانشگاه مثلا کسایی که واقعا قصد ادامه تحصیل اونجا را دارن اپلای کنن و کسایی که مثلا فقط همین قسمی میخواین شانس خود امتحان کنن اونا از لیست حذف شوند. در مرحله ادمیشن گرفتن امکان پذیرش گرفتن از چندین دانشگاه و چندین رشته وجود داره، یعنی شما میتونید به چندین دانشگاه و چندین رشته اپلای کنید و هیچ مشکلی نداره. و معمولا رشته های ادمیشن میدن به دو نوع است، یکی داریم اوپن اکسس و ریستریکتد اکسس. رشته های لیسانس معمولا خیلی رشته های کم اوپن اکسس است و اکثریت رشته ها ریستریکتد اکسس است. تفاوت دو تایی است. خب وقتی اوپن اکسس است یعنی وقتی دانشگاه و شما یک پذیرشی را داد، همون پذیرش نهاییه و با همون پذیرش شما میتونید به یونیورسیتی اپلای کنین و درخواست ویزا بدین. ولی بعضی رشته های دیگه هست که ریستریکتد اکسس است، یعنی اول دانشگاه به شما یک پذیرش ابتدایی میده، بعد به شما مهلت میده تا ددلاین سایت یونیورسیتی ثبت نام کنین برای همون رشته. وقتی که شما یونیورسیتی ثبت نام کردین بعدم دانشگاه میاد بررسی میکنه و همون مثلا برای کشورهای اتحادیه اروپا 40 نفر، مثلا برای کشورهای اتحادیه غیر اروپا 50 نفر. بعد همین 50 نفری که برای رشته ثبت نام کرده و 50 نفر برتر پذیرش میده و پذیرش دیگه اتومات کنسل میشه. و رشته های اوپن اکسس یک قسمی نیست، فقط همون یک بار ثبت نام اولیه که انجام دادین یعنی قبول شدن. و یک مورد دیگه که هست که خصوصا امسال کسایی که با سفارت ایتالیا در تهران مراجعه میکنن یک مقدار با مشکل خورده پذیرش کاندیشنال. دانشگاه ایتالیا در مرحله اول چون شما فقط فایل پی دی اف اپلود میکنین
از روی فایل پی دی اف نمیتونه وریفای کنه، نمیتونه تایید کنه که همین اسناد شما واقعیه، یعنی مدرک تحصیلی که شما دادین جعل نیست، با فتوشاپ درست نشده. بعد از همین اکثریت دانشگاه یک پذیرش کاندیشنال میده، اکثریت نه، بعضی دانشگاه ها مثل دانشگاه بولونیا یا ساپینزا یک پذیرش کاندیشنال میدن، یعنی میگن تایید میکنن که اگه تو این مدارک به ما آوردی به تو پذیرش بدون کاندیشن یا پذیرش نهایی رو میدیم. و برای از این کار میگن که مثلا به ما دیوی یا هم چیمیا اپلود که راجع به اینا بعدا صحبت میکنیم. و مدارکی که برای اپلای نیازه توصیه نامه است، انگیزه نامه است، رزومه است، مدارک مقطع تبلیغ تحصیلی است، مدرک زبان است و پاسپورت است. و یک موردی که باید سوال هم زیاد کرده بودیم راجع به پاسپورتی که تمدیدی قبول است. سفارت ایتالیا و دانشگاه های ایتالیا پاسپورت تمدید قبول داره و شما نیاز یک صفحه اول پاسپورت را به همراه صفحه تمدیدی هر دو را همزمان اپلود بکنین. یک از مدارک مهمه که برای اپلای نیاز رزومه یا هم سی وی است که خلاصی از سوابق تحصیلی، تجربه کاری، مهارت‌ها و دستاوردهای شماست. در سی وی اولی که باید اطلاعات شخصی شما مثل نام کامل، تاریخ تولد، آدرس، شماره تماس، ایمیل آدرس، همه اینا باید درس یا مشخص باشه. و مرحله بعدی هم تحصیلات شماست. تحصیلات شما باید لیست تمامی مدارک تحصیلی را که انجام دادین، از اول از جدید به قدیم، از آخرین تا به قدیمی ترین باید به صورت لیستوار ذکر کنین که اطلاعاتی که نیازه برای مرحله نام دانشگاه است و مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی. مثلا باید بگین بکالوریا در رشته، تاریخ شروع و تاریخ پایان تحصیل. اگر مثلا روزش هم مشخص نشد حداقل باید ماه و سالش را مشخص کنیم که از این ماه به سال شروع کردم. و رشته‌ای که میخواین اپلای کنین یک چند درس مرتبط با اون رشته هم باید در قسمت تحصیلات ذکر کنین. خب دوران لیسانس مثلا رشته های زیادی را آدم درس های زیادی را پاس میکنه و در سیلابس درس های زیادی هست، ولی شما فقط برای ماستری میخواین اپلای کنین فقط درس های مهمی که مرتبط با همه رشته که میخواین اپلای کنین همینا رو ذکر کنین کافیه. بعدی باید تجربه کاری خودم ذکر کنین. مثلا برای کسایی که نو فارغ شدن یا کسایی که از مکتب فارغ شدن که تجربه کاری ندارن، میشه کارهای ولنتری که انجام دادن، کارهای رضاکارانه، کارهای انتنسیو، کارآموزی و فعالیت‌های دیگه را ذکر کنن. ولی تا حد تلاش کنیم که در سی وی شما خلا نباشه. مثلا شما از دانشگاه فارغ شدین و بعد 2 سال یا 3 سال میخواین اپلای کنین و وقتی که 2-3 ساله که شما باید یک فعالیت را ذکر کنین که من این کار را انجام دادم و اگه خالی باشه ممکنه یک امتیاز منفی برای شما حساب بشه و تلاش کنین که خلا را پر بکنین و یک چیزی را ذکر کنین حتما. و برای تجربه کاری حتما تجربه کاری تو انالیز کنین از جدیدترین به قدیمی ترین و نام شرکتی که کار کردین، عنوان شغل که داشتین، تاریخ شروع و تاریخ پایان و مسئولیت ها بدین که شما چی مسئولیت هایی را داشتین، چی کارهایی را انجام دادین و دستاورد های مهمی که در جریان اینا بوده چی بوده. و بعدش هم مهارت ها را باید ذکر کنین. مهارت های مثل تسلط به زبان خارجی که شما کدام زبان ها را بلدین و برای هر مهارت، برای هر اسکیل شما کدام مهارت ها را دارین، سطح توانایی شما در هر بخش چقدره. مهارت های کامپیوتری خود ذکر کنین. مثلا برای کسایی که رشته های نرم افزارهای تخصصی نیاز حتما باید ذکر کنین. و مهارت های نرم شما رهبری، کار تیمی، اینا خیلی یک پوینت مثبت حتما باید ذکر کنین. و بعدی هم فعالیت های فوق برنامه است. مثلا در یک انجمن عضو بودین، یک فعالیت کردین، در یک کنفرانس، در یک کارگاه شرکت کردین، یک دستاورد علمی و ورزشی داره حتما این را ذکر کنین. و اگه برای کسایی که ماستری و یا دکترا اپلای میکنن، اگه مقاله دارن که در یک کنفرانس نشر شده، در یک مجله نشر شده
اینا با عنوان و نام کنفرانس و تاریخ انتشار اینا باید ذکر بکنه. و آخرین چیزم دستاورد دارم جوایز. اگر مثلا شما یک جایزه گرفتین، یک دستاورد دارین، حتما ذکر کنین. چند نکته که رزومه شما باید مختصر مفید باشه، حد اکثر 2 صفحه و از 2 صفحه بیشتر نباشه. اطلاعات هم که می نویسین از کمترین به پایین ترین باشه و رزومه که برای اکثریت دانشگاه ایتالیا قابل قبوله و اتحادیه اروپا و ایتالیا فرمت یوروپ هست که قسمت شما لینک سایت یوروپ هست و باقی QR کد. شما میرین داخل سایت، اکانت میسازین و یک پروفایل از خود میسازین با همه اطلاعات تحصیلی، تجربه کاری و همه مهارت هایی که دارین و خیلی راحت فقط داور میزنین کریر سی وی و برای شما یک سی وی با فرمت یوروپاس میده. و در رزومه از گفتن مثلا یک چیزی که خیلی دور از واقعیت باشه جلوگیری کنین. مثلا نفر یکی باشه که تازه از مکتب فارغ شده باشه نوشته کنه که مثلا چند سال تجربه کاری شرکت داره میگه، بعد یک چیزی دور از واقعیت از نوشتن همچین چیزهای پرهیز کنین و ننویسین. و یک از مدارک دیگه خیلی نیازه، مدارک مهمی هم انگیزه‌نامه یا موتیویشن لیتره. این موتیویشن لیتر به شما فرصت میده خودتون معرفی کنین، دلایل علاقه‌مندی خود به رشته و دانشگاه را بگوین و بیان کنین، دانشگاه متقاعد بسازین که شما را مناسب به رشته تحصیلی هستین. در موتیویشن لیتر اولین چیزی که نیازه پاراگراف اول مقدمه است. یک خود معرفی کنین، نام خود بگوین، رشته تحصیلی کدام دانشگاه فارغ شدین، کدام سال و یک توضیح بدین چرا این نامه رو می‌نویسین. مثلا بگوین که من این نامه رو می‌نویسم که به رشته دانشگاه اپلای کنم. در پاراگراف اول هم سابقه تحصیلی خود بنویسین، معدل، رشته، پروژه، دستاوردهای علمی که داشتین و بگوین که این سوابقی که شما تحصیل کردین و این تجربه که بعد آوردین چجوری برای مقطع‌های بعدی تحصیلی شما را چه کمک میکنه، چه کمک برای شما میکنه تا ادامه بدین. در پاراگراف دوم راجع به تجربات کاری خود صحبت کنیم که مرتبط با رشته باشه. مثلا در شرکتی کار کردین اینا و اگر تجربه کاری ندارین از فعالیت‌های دیگه ذکر کنیم، مثل پروژه‌های دانشجویی که انجام دادین. خب دوران تحصیل شما حتما یک سمینار حتما داشتین، راجع به او صحبت کنین. بگوین مثلا من این کار را دورانی که من دانشجو بودم انجام دادم و از این چی آموختم و حتما تجربه کاری را ذکر میکنین. باید نشان دهنده باشه و شما چقدر کمک کرده تا موفق تر باشین در رشته. در پاراگراف سوم هم دلایلی که رشته را چرا انتخاب کردین باید بگوین. بعد مثلا بگوین استادش خوب بود یا مثلا امکانات پژوهشی خوب داره، برنامه درسی و هر چیزی که جذاب بوده رشته دانشگاه برای شما را بیان کنین و به این بگوین که چه قسمی رشته و دانشگاه به شما کمک میکنه که به اهداف تحصیلی و شغلی خود برسین. و در پاراگراف آخر هم یک نتیجه کلی بکنین، به طور خلاصه علاقه و اشتیاق خود به تحصیل در دانشگاه بیان کنین، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود توضیح بدین و بگوین که رشته تحصیلی چه قسمی شما را به رسیدن به هدف کمک میکنه و یک تشکری بکنین از کمیته پذیرش و یک امیدواری ابراز ای که پاسخ مثبت دریافت کنین. راجع به انگیزه‌نامه چند نکته در نظر بگیرین. اولی که باید کوتاه باشه، حد اکثر 1 صفحه و یا هم 1.5 صفحه 2 صفحه باشه. برخی از دانشگاه فرمت مشخص داره، مثلا دانشگاه بولونیا حتی به رزومه و به انگیزه‌نامه یک فرمت مشخص داره، یک فایلی دانلود میکنین و اطلاعات خود داخل همون فایل مینویسین. و بعضی دانشگاه ها محدودیت کاراکتر داره، میگه که وقتی میخوای اپلای بکنی این مقدار کلمه بیشتر حق نداره بنویسیم. انگیزه‌نامه‌ای که میخوای بنویسین باید سفارشی و مختص هر رشته باشه. هر رشته‌ای که میخواین اپلای کنین باید تمام انگیزه‌نامه بنویسین. و یک کار نادرستیه که مثلا شما یک انگیزه‌نامه بنویسین و هر دانشگاه و هر رشته که اپلای کنین با همون یک انگیزه‌نامه اپلای کنین. باید رشته و یک انگیزه‌نامه کلی داشته باشین و برای هر دانشگاه و هر رشته که میخواین اپلای کنین
انگیزه‌نامه را اختصاصی بسازن، خاص بسازن، برجستگی‌های همون رشته را همون دانشگاه را ذکر کنین. جزئیات مهمه برای نوشتن انگیزه‌نامه. جزئیات خود شما، جزئیات کاری کردین، جزئیات رشته خواندین، و اگر شما مثلا یک چیز خیلی کلی بگویین زیاد چیز جالب نیست. و قسمی که برای سی وی هم گفتم، اغراق زیاد نکنین که یک چیزای خیلی بگوین که مثلا باور کردنش دور از عقل باشه، و یک مقدار مثلا ای که غلو کنین برای گفتن انگیزه‌نامه. مثلا بگوین که ما در جریانی که مثلا تحصیل می‌کردم مثلا پروژه خیلی بزرگ یاد بگیریم که ما اینجا کار کردیم، شرکت کار کردیم، شرکت کار کردیم، یا مثلا ما فلان کار انجام دادیم. خب اینا یک مقدار دور از واقعیت. خب همون چیزی که واقعیه باید ذکر شود. و انگیزه‌نامه باید شدیداً نشان دهنده باشه که شما چرا به رشته و علاقه‌مندین. و از تجربه شخصی خود بگوین که این انگیزه‌نامه به شما باید در تجربه شخصی خود ذکر کنید که چی باعث شده که شما به رشته انگیزه‌نامه، به رشته علاقه پیدا کردین، انگیزه پیدا کردین. و انگیزه‌نامه چیزی که میتونه شما را از بقیه متفاوت جلوه بده، که مثلا شما بگوین ما به این خاطر به دلیلی که کار را انجام دادیم، این تجربه را کسب کردیم، میخوایم این رشته را اپلای بکنم. به دلیل از اینکه ما میخوایم در این رشته پیشرفت کنم، این موقع کاری را برای ما به دست میاره، من میخوایم رشته را بخوانم. و چیز دیگه که نیاز توصیه نامه است یا ریکامندیشن لیتر. برای بعضی دانشگاه ها ریکامندیشن لیتر ضروری نیسته، و برای بعضی دانشگاه ها ریکامندیشن لیتر ضروریه. ریکامندیشن لیتر تاییدی است برای توانایی ها، مهارت ها و شخصیت شما توسط کسی که شما رو میشناسه، مثل یک استاد و یا هم کسی که اگر جای کار کردین کارفرمای شما. در توصیه نامه چند چیز باید مشخص ذکر شود. اولی که رابطه نویسنده با شما چیه، مثلا استادتان بوده، مدیرتان بوده، و چه مدت زمان با هم آشنا بودین، 1 سال، 10 سال، و توانایی های شما را در توصیه نامه حتما توصیف بکنه. مهارت های شما را، مثلا کار گروهی خوب بودین، برای رهبری خوب بودین، اینا را ذکر بکنه. و دستاورد هایی را که شما هم در طول تحصیل و هم در طول دوران کار کردین ذکر کنه بهتره. و برای شما ذکر بکنه که مثلا شما پتانسیلی را دارین که در دانشگاه موفق باشین، در رشته تحصیلات به خیلی خوبی سپری کنین به دلیل، و دلیل ذکر بکنه. و مدارکی که نیاز برای اپلای که مدارک تحصیلیه. خب مدارک تحصیلی کسایی که میخواین اپلای کنن به لیسانس، ما مدارک تحصیلی افغانستان میگم و بعدم خانم آمنه مدارک تحصیلی برای کسایی که فارغ از ایران شده را تشریح میده، چون یکم متفاوته. برای کسایی که از لیسانس میخواین اپلای کنن، یک شهادتنامه سنف 12 نیازه. خب شهادتنامه سنف 12 چون بدری پشتو و انگلیسی صادر میشه، نیاز به ترجمه نداره. یک از چیزهای اساسی برای دانشگاه های ایتالیا سپری کردن و امتحان کنکور را باید سپری کرده باشین و کامیاب شده باشین. نیاز نیست حتما رشته‌ای که مثلا میخواین دوران لیسانس در ایتالیا سپری کنین حتما با رشته‌ای که مثلا شما در کنکور کامیاب شدین یکی باشه. ولی مهم وقتی که شما کنکور شرکت نکرده باشین و امتحان کنکور سپری نکرده باشین، خیلی دانشگاهی کم پیدا میشه که شما را در مرحله پر انرولمنت و انرولمنت راه پیدا کنید و اسناد شما را پروسس بکنه. چون به اساس قانون ایتالیا ای است که برای کشورهایی که نیاز تا برای رفتن به دانشگاه یک امتحان ورودی را سپری کنه، حتما باید امتحان ورودی را سپری کرده باشن تا بتونن در دانشگاه ایتالیا مصروف تحصیل شوند. خب بعض استثناءات وجود داره. بعض دانشگاه آمدن صحبت کردن با دانشجویان و کوتاه آمدن راجع به این موضوع، ولی شانسش خیلی کمه. خیلی قانع کردن دانشگاه برای این موضوع خیلی سخت است. یک راه حل دیگه برای کسایی که دانشگاه را امتحان کنکور سپری نکرده، مثلا برای دخترها که امکانی نیست فعلا که در امتحان کنکور در افغانستان شرکت بکنه، پذیرش و سپری کردن هدف
سمستر یک ترم تحصیلی در دانشگاه خارج از ایتالیا است. مثلا کسایی که از ایران تحصیل میکنن و حداقل یک ترم خوانده باشن، ترانسکریپت نمرات و ای که اونجا تحصیل کردن میره حتما دانشگاه با اونا بده، میتونن اپلای کنن. و یک مدرک دیگه که برای لیسانس نیازه امتحان تولک. تولک برای هر رشته متفاوته و خب بعدا صحبت میکنیم راجع بهش. و برای ماستری کسایی که میخواین اپلای کنن یک دیپلم ترانسکریپت نیازه. بعد دانشگاه برای پذیرش دانشگاه سرتیفیکیت هم دانشگاه ها، ولی سفارت و شیمیا ترانسکریپت خیلی به سختی قبول میکنن. خیلی باید دلیل بگوین، منطق بگوین تا قبول بکنن. سالهای قبول کردن ولی کم کم شرایط سخت‌تر میشه هر سال و ممکنه مثلا امسال قبول نکنن یا سال بعد حتی قبول نکنن. اگر دیپلم ترانسکریپت شما کلا صادره به انگلیسی صادر شده، نیاز به ترجمه نداره و برای رشته های مثل معماری، هنر، فشن اینا یک پورتفولیو نیازه که شما یک پورتفولیو را حتما به دانشگاه ارائه بدین. و بعضی دانشگاه ها شرح دروس مقطع قبلی را نیاز داره. مثلا شما ماستری اپلای میکنین و برای شما میگه که شرح درست، منظورش ترانسکریپت نیست. خب یک متنیه که به شما میگه شما درس ها را مضمون ها را خواندین و این مضمون ها این چیزها را پوشش داده، این چیزها را در این مضمون کور شده و شما خواندین. همون نیاز برای بعضی دانشگاه ها تا به اپلود شوه. اوکی. آزمون تولک برای کسایی که میخواین در دانشگاه ایتالیا امتحان برای لیسانس ثبت نام کنن، تولک در یک چیز ضروریه. تولک یا در زمان گرفتن پذیرش نیازه و هم در زمان انرولمنت. تولک به صورت آنلاین و حضوری، هر دو مورد، هم آنلاین هم حضوری و هزینه ثبت نام 30 یورویه و یک امتحان هم داریم به نام امتحان تیل مشابه به امتحان تولک. اول امتحان تیل مخصوص به دانشگاه پلی‌تکنیک تورینه که فقط به صورت حضوری برگزار میشه. یک موردی که باید ذکر کنم، متاسفانه در سالهای قبل در امتحان تولک تقلب زیاد شده و روز به روز سختگیری بیشتر میشه و ممکنه به همین روال ادامه پیدا کنه. امتحان تولک غیر حضوری حذف شود و از امسال به دانشگاه های اختیار داده شده که مثلا قبول نکنن که مثلا شما تولک آنلاین را ثبت نام کردین، سپری کردین، نمره خوبم گرفتین و ممکنه به دانشگاه اختیار داده شده که نمره تولک آنلاین شما را قبول نکنه. امکان به دانشگاه ها هست. و یک چیز دیگه که جایگزین تولک هم هست آزمون SAT است و این رو باید چک بکنیم که مثلا دانشگاه شما میخواین اپلای کنین کدام تولک نیاز داره و کدام SAT و کدام نمره. خب تولکی که به زبان انگلیسی برگزار میشه 3 نوع تولک. تولک نوعیت زیاد داره و به 2 زبان ایتالیایی و انگلیسی برگزار میشه امتحانش، ولی 3 نوعش به زبان انگلیسی هست که تولکی است که برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی که سوالای مربوط به سوالات ریاضی، منطق و زبان انگلیسی است. و رشته تولک آی داریم که برای مهندسی و علوم مثل کامپیوتر ساینس و اینا هست که سوالاتش ریاضی، ساینس، منطق و زبان انگلیسی است. و بعدی هم تولک اف که برای کسایی که میخوان رشته داروسازی اپلای کنن نیازه و سوالاتش هم شامل ریاضی، زیست شناسی و یا هم بیولوژی، کیمیا، فیزیک، منطق و زبان انگلیسی است. برای اطلاعات بیشتر شما حتما به سایت چیز یا online.it مراجعه کنین و اطلاعات بیشتر و تولک، امتحان آزمایشی و تولک هم در این سایت برگزار میشه. یکی از مدارکی که حتما نیاز است و امسال سفارت ایتالیا در تهران حوالی را در چکلیست ذکر کردم و فعلا در چکلیست حذف کردم، ولی حتما ضروری است اگر نباشم حتما به سفارت باید اداره داد. یکی از معادل سازی است که معادل سازی به 2 صورت، یا دیوی است و یا هم کیمیا. دیوی فقط مثلا شما از ایران فارغ شدین، سفارت ایتالیا در تهران میتونه به شما دیوی بده
برای کسایی که از افغانستان فارغ شده، چون در افغانستان سفارت و کنسولگری ایتالیا نیست، دیوبی گرفتن نمیتونن، بعد مجبورن برن دنبال شیمه. متنی که در دیوبی می نویسه متفاوته. خب بعضی سفارت ها می نویسه یک تایید برای اصالت مدارک شما میده و بعضی هم می نویسه که شما امکانی وجود داره و شما در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنید. مثلا میگه شما 12 سال مکتب خواندین، 4 سال هم لیسانس خواندین و میتونین بر ماستری اپلای کنین. و مثلا سفارت ایتالیا در تهران همزمان به درخواست ویزا و شما دیوبی هم میدن و این برای دانشگاه موقع پری انرولمنت و هم انرولمنت نیازه. مثلا دانشگاه سپنزایوم تا وقتی شما دیوبی و هم کیمیا نداشته باشین، پری انرولمنت شما رو انجام نمیده و حتما باید نیاز داشته باشین. و بعضی دانشگاه مثلا نیاز نداره، موقع پری انرولمنت، موقع انرولمنت نیازه. و تعداد کمی از دانشگاه، مثلا دانشگاه تور ورگاتا، دیوبی و کیمیا رو برای بعضی رشته ها در زمان پذیرش نیازه. وقتی که میخواین اپلای کنین که ادمیشن بگیرین میگه باید داشته باشین. سند دیگه که معادل به دیوبی از سند کیمیا است. کیمیا و دو نوع است. خب یکی دو سند صادر میکنه، یک استیتمنت اف کامپریبیلیتی و یک استیتمنت اف وریفیکیشن. استیتمنت اف کامپریبیلیتی تاییدی بر اساس که شما امکان تحصیل در مقاطع بالاتر دارین و کسایی که مکتب از افغانستان فارغ شدن حتما باید امتحان کنکور کامیاب شده باشن تا اپلای بکنن به استیتمنت اف کامپریبیلیتی. چون اگه اپلای نکرده باشین ذکر میکنه که شما امتحان کنکور شرکت نکردین و وقتی امتحان کنکور شرکت نکرده باشین امکانی که دانشگاه ایتالیا و شما انرولمنت و هم پری انرولمنت بده امکان از خیلی کمه. و تاییدیه دیگه که شما صادر میکنه استیتمنت اف وریفیکیشن که تاییدی بر اصالت مدرک شما و بررسی تایید کنه شما رو چند راه وجود داره. اولی که با دانشگاه ایمیل میزنه، دانشگاه افغانستان همین قسمیه که ایمیل میزنن و میپرسن که همین اصلا مدرک صادر شده و یا هم نه. و بعدی هم بررسی آنلاینه، بعد که آنلاین بررسی میشه که شما مثلا برای ایران بعد سامانه ها وجود داره، یا مثلا هند آنلاین از سایت بررسی میکنن که شما فارغ شدین اسناد شما واقعی است یا نه. و سالهای قبل میشد کامپریبیلیتی و وریفیکیشن و گونه جداگانه درخواست داد، ولی امسال نمیشه. هر دو رو باید همزمان درخواست داد و هزینه درخواست هر دو هم 300 یورو و گونه عادی و عاجل درخواست بدن یک مقدار هزینهش بیشتره. و برای خصوصی افغانستان فارغ شدن کیمیا برای همه صادر نمیشه. برای دانشگاه های کسایی که از دانشگاه های ایران و هم دانشگاه دولتی افغانستان فارغ شده برای همه کیمیا صادر میشه. ولی کسایی که از دانشگاه خصوصی افغانستان فارغ شدن فقط دانشگاه های کاتب، کاردان، دانشگاه امریکایی افغانستان، جامعه سلام، التقوا، جوان الفلاح و خاتم النبیین برای دانشگاه ها سند صادر میشه. و سندم خب وقتی که شما برین به سایت ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات، اونجا مشخص نوشته است که دانشگاه ها در مرحله کسب اعتبار قرار دارن، مرحله اول اعتباردهی یا مرحله دوم اعتباردهی قرار دارن. و برای شما اگر شما فارغ مثلا خیلی سالهای قبل باشین برای شما کیمیا صادر نمیشه. فقط از وقتی صادر میشه که شما مرحله کسب اعتبار سپری کرده باشه و دانشگاه بعد از مرحله کسب اعتبار اگر فارغ شده باشین کیمیا برای شما صادر میشه. خب فعلا این مدارک تحصیلی از افغانستان بود و فعلا از خانم آرمین خواهش میکنیم که مدارک تحصیلی که برای ایران نیاز است برای شما بگن که بعد میریم مراحل بعدی. سلام صدا میاد؟ بله صدا واضح و صاف میاد. صدا میاد ظاهرا. سلام، ممنون از آقای رجبی و سلام به همگی. یه تفاوت‌های ریزی هست بین همین مدارک که لازم از کسی که از افغانستان فارغ التحصیل شده باشه و کسی که از ایران فارغ التحصیل شده باشه، چون
مدارکی که از دانشگاه ایران صادر میشه و یا مدرسهش، این مدارک به فارسی صادر میشه، پس هم برای اپلای لازمه که ترجمه بشه، هم برای بخش سفارت وقتی که تحویل سفارت میدیم. برای اپلای دانشگاه برای ارشد اگه باشه یا برای لیسانس، در هر صورت معمولا دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمراتشون رو میخوان. اگه برای ارشد باشه لیسانس و ریزنمراتش لازمه. حالا بچه‌ای که اخیراً فارغ التحصیل شدن دیپلم 12 ساله دارن، پیش دانشگاهی ندارن، ولی کسایی که مثلا تا چند سال پیش مدرسه میخوندن یه دیپلم 11 ساله دارن، یه پیش دانشگاهی 1 ساله دارن. و برای اپلای شما لازم نیست مدارکتون رو به ایتالیایی ترجمه کنیم، فقط لازمه به انگلیسی ترجمه بشه و بدون نیاز به تاییدات. یعنی اگه شما میرین دارالترجمه و دارالترجمه بهتون میگه که شما نیاز به تاییدات دادگستری یا وزارت خارجه دارین، شما نیاز ندارین. این از این. و دیپلم و ریزنمرات، پیش دانشگاهی ریزنمرات، اینا باید مهر مدرسه رو داشته باشن، مهر آموزش پرورش ناحیه رو داشته باشن و همچنین مهر اداره کل روی مدارکتون باشه. وقتی که شما میخواین برین دارالترجمه، باید یه تاییدیه از سامانه تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش پرورش برای دیپلمتون و ریزنمراتش برای دیپلم پیش دانشگاهی بگیرین. برای این کارم شما وارد سامانه میشین، اطلاعاتتون رو پر میکنین و یه رسیدی در نهایت بعد از پرداخت به شما میده که اونا شما همراه مدارکتون تحویل دارالترجمه میدین. یعنی بدون اون تاییدیه دارالترجمه از شما مدارکتون رو قبول نمیکنه. و به این صورت یعنی با این تاییدیه شما ثابت میکنید که آره این دیپلم یا این پیش دانشگاهی خب صادر شده از همین وزارت. برای لیسانس، اینکه شما اگه فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی پیامی نور و یا دانشگاه غیر انتفاعی باشید، این موضوع که تکون میده اینجا، اگه شما از این دانشگاه فارغ التحصیل شده باشین، از طریق سامانه سجاد یه تاییدیه برای گواهی لیسانستون و ریزنمراتش دریافت میکنین و اینو وقتی میخوایم ببرین دارالترجمه این گواهی باید باشه. برای که این گواهی رو شما دریافت کنین باید برین تو سایت سامانه سجاد اکانت بسازین و مدارکتون رو آپلود کنید و درخواست تاییدیه بدید و این بسته به دانشگاه شما ممکنه یکم زمان بر باشه. یعنی ممکنه یه ماه طول بکشه، کمتر طول بکشه، برای شما همین حدود حساب کنید. پس وقتی شما برای اپلای میخواین زمان بندی کنید که چه تاریخی قراره دانشگاه مد نظر شما، مثلا کال دانشگاه مد نظر شما باشه، شما یه طوری برنامه‌ریزی کنید که قبلش مدارکتون رو به انگلیسی ترجمه کرده باشین، تاییدات رو گرفته باشین و زمانی که کال شروع میشه شما مدارکتون آماده باشه. ولی برای چک لیست سفارت که شما وقتی مدارکتون می‌خواید تحویل بدین، خب دیگه ترجمه انگلیسی مورد قبول نیست. شما مدارک تحصیلیتون باید ترجمه ایتالیایی شده باشه و ترجمه ایتالیایی هم همون مراحل اینو داره که شما این تاییدیه ها رو همراه مدارکتون تحویل دارالترجمه میدین و اینجا دیگه مدارکتون نیاز به تاییدات وزارت خارجه و وزارت دادگستری هم داره. یعنی زمانی که شما مدارک تحویل دارالترجمه دادین، خب بگید که یعنی اونا میپرسن که خودتون تاییدیه رو میگیرین یا ما تاییدیه رو بگیریم. خب معمولا خودشون تاییدیه رو میگیرن، زحمت کمتری داره، ولی اگه خودتون هم بخواید بگیرین یه کار شدنیه که مدارک رو بعد از ترجمه ببرین برای تایید. و اینکه به طور عموم لازم نیست که شما مدارک تحصیلیتون رو توی سفارت افغانستان مهر کنین. بعضی از دارالترجمه‌ها اینو از شما میخوان
و بعضیا نمیخوان، ولی شما میتونید دارو ترجمه برید که از شما مهر سفارت افغانستان رو مدارک تحصیلی رو نخواد، و یا اینکه خب به هر حال یه جوری اونا رو قانع کنید که شما مدارکتون از ایران صادر شده و نیاز نیست که توسط سفارت افغانستان تایید بشه. این نکته مهمه که شما مدارکتون رو زمانی تحویل دارو ترجمه ایتالیایی بدید که وقتی میخواین برین سفارت یه مدارک رو تحویل گرفته باشین، این حالت که خیلی دیر نشه، دارو ترجمه شلوغ میشه، تایمی که مدارک رو تحویل میدن دیر میشه، هزینه ها میره بالاتر. پس شما یه جوری برنامه ریزی کنین که 2 ماه یا مثلا 2 ماه قبل از اینکه برین سفارت مدارکتون رو تحویل دارو ترجمه داده باشید. این یک نکته توی چک لیست امسال البته ذکر کرده بود که برای دیپلم و پیش دانشگاهی لازم نیست که ترجمه ایتالیایی تحویل بدین و همون ترجمه انگلیسی کفایت میکنه، ولی خب سال گذشته اینطور نبود، یعنی همش باید ترجمه ایتالیایی میشد. این از مدارک تحصیلی. در مورد مدارک هویتی، وقتی شما ساکن ایران بوده باشین، نمیدونم با پاسپورت اقامت داشته باشین یا کارت آمایش داشته باشین، علاوه بر پاسپورت به هر حال توی چک لیست ما برای اپلای فقط پاسپورت رو لازم داریم، ولی برای چک لیست سفارت یه مدرک هویتی مثل تذکرم لازمه که شما اونو باید داشته باشین. ماهایی که تو ایران بزرگ شدیم معمولا خب این مدرک رو عموما نداریم. در این صورت حالا اونایی که دارن تذکره الکترونیکی خودش مورد قبول، تذکره کاغذی اگه ترجمه تو کابل ترجمه و تایید وزارت خارجه شده باشه مورد قبوله. و اگر شما این 2 تا تذکره رو ندارین، سال گذشته مثلا سفارت تثبیت هویت صادر میکرد و ترجمه تثبیت هویت در نقش مدرک هویتی شما توی سفارت مورد قبول بود. و امسال که سفارت افغانستان تو تهران مدرک رو صادر نمیکنه، تایید یا کپی برابر اصل تایید یه تصدیق هویت به شما میدن، اون تصدیق هویت رو صادر میکنن هنوز و این همون نقش تذکره رو برای شما ایفا میکنه. و صد البته این که امسال چون این ذکر شد تو چک لیست که مدارکتون باید تایید وزارت خارجه ایران رو داشته باشه، مدارک هویتتون، بقیه بچه ها با همین کپی برابر اصل تذکره و یا تصدیق هویت که دریافت میکردن میرن سفارت و خب تا اینجا مشکلی پیش نیومده، یعنی مورد قبول سفارت ایتالیا در تهران بوده. یه نکته دیگه ای که در مورد گواهی و تجربه کاری برای کسایی که حالا یه گپ تحصیلی دارن و میخوان برای پر کردن گپشون گواهی کاری ارائه بدن به سفارت، شما گواهی کاری رو فقط کافیه ترجمه کنید، ترجمه انگلیسی نیاز به تاییدات نداره و شروع و پایان دوره کاریتون باید با تاریخ روز، ماه و سال مشخص باشه تو گواهیتون، سمتتون و وظایف کاریتون مشخص باشه. و همچنین نکته مهم اینه که توی گواهی کاری شماره تماس، آدرس و اطلاعاتی از این دست باشه که اگه احیانا سفارت خواست با شما ارتباطی با محل کار شما ارتباط برقرار کنه، این امکان براشون مهیا باشه. مهر و امضا که خب طبیعیه باشه. و وقتی گواهی کاری میگیرین این نکته هم مهمه که توی گواهی کاری شما قید نشده باشه که صرفاً برای فلان مسئله صادر شده و ارزش دیگری نداره، چون در اون صورت دارو ترجمه از شما قبول نمیکنه که ترجمه کنه. در مورد مدارک هویتی که برای درخواست بورس استانی
وقتی وارد ایتالیا میشین لازمه اعضای خانواده شما یا والدین شما اگه پاسپورت یا تذکره داشته باشن که مسئله پیش نمیاد، ولی اگر شما یکی از اعضای خانواده شما این مدرک رو این مدارک رو نداشته باشن، کارت آمایش دارن و این کارت آمایش رو شما ترجیحاً ترجمه کنید و ترجمه کارت آمایش رو همراه خودتون بیارین اینجا. در غیر این صورت یه نامه‌ای هم هست، معمولاً استانداریا صادر میکنن که اعضای خانواده رو همه اسامی و مشخصات اعضای خانواده رو تو نامه ذکر میکنن. این نامه رو میتونین از استانداریا بگیرین و ترجمهش کنین، چون امسال سفارت ایتالیا، سفارت افغانستان تو روم مدارک هویتی رو به انگلیسی درخواست کرده، پس در نتیجه شما این نکته رو مد نظرتون داشته باشین. در کل زمانبندی شما خیلی مهمه تو این پروسه، یه طوری برنامه ریزی کنین که همه مدارکی که لازم دارین، ترجمه ها و تاییدات هرچی که هست در زمان مقرر انجام بشه، تا حالا سوا اینکه خب این پروسه خودش یه پروسه پیچیده و پر استرسیه، شما بتونین بدون اینکه تو وقت کم بیارین یا یه ددلاین رو از دست بدین مدارکتون آماده باشه، و یا اینکه وقتی وارد اینجا شدین، وارد ایتالیا شدین، یه مدرکی نیاز باشه شما اونو همراه خودتون داشته باشین. و من فکر میکنم همه چی رو توضیح دادم، ولی اگه چیزی از قلم افتاده که من خاطرم نیست و یا شما سوال داشتین، آخر وبینار فرصت برای پرسش و پاسخ هست. ممنونم. آقای رجبی. تشکر از خانم آمنه. و خب بعد اینکه شما از دانشگاه ایتالیا ادمیشن گرفتین، پذیرش گرفتین و دفعا مراجعه کنین به سفارت، قبل از اون باید پرندولمنت انجام بدین. پرندولمنت هم در سایت یونیورسیتی انجام میشه، همون سایت قبلا گفتم میتونن ریچارج جستجو بکنین. پرندولمنت هم در همین سایت انجام میشه و در این سایت فقط شما امکان ثبت نام فقط برای یک رشته و یک دانشگاه را دارین. فقط یک رشته و یک دانشگاه رو میتونین انتخاب کنید و برای همون پرندولمنت انجام بدین. مثلا شما اگه از چندین دانشگاه پذیرش داشته باشین، فقط باید یک را انتخاب کنین و مدارک اینجا اپلود میشه و ددلاین ها برای هر دانشگاه متفاوته. مثلا دانشگاه پادوا هیچ مدرک نیاز نیست اینجا اپلود کنین، فقط یک عکس یک پاسپورت کافیه. ولی مثلا برای صفحه امضا شما لازم برنامه پذیرش اپلود کنین، شیمیا یا دیوبی حتما باید اپلود کنین، مدارک تحصیلی را اپلود کنین، همین مدارکی که دارین باید اپلود کنین. و سفارت و یا کنسولگری که میخواین مراجعه کنین برای گرفتن ویزا هم باید همینجا مشخص کنین که کجا میخواین مراجعه کنین و باید منتظر باشین تا مدارک شما بررسی شه و پرونده شما به سفارت فرستاده شه و بعد شما میتونین برین سفارت و اقدام کنین برای گرفتن ویزا. یک موردی هست که در نظر بگیرین که از اول باید مشخص کنین که کدام رشته، کدام دانشگاه، کدام سفارت میخواین انتخاب کنین، چون پروسه زمانگیریه. مثلا برای خود ما یک پروسه بالای 120 روز طول کشید تا یک پروسه انجام شد، ولی مثلا برای بعضیا یک روزه هم انجام شده. نظر به دانشگاه یک پروسه متفاوته و وقتی که شما بخواین را تغییر بدین، شما باید دوباره ایمیل بفرستین به دانشگاه پرندولمنت طبیعی که به شما داده کنسل کنه و جدید شما را دوباره انتخاب کنین، دوباره بفرستین، دوباره بررسی شه و خیلی یک پروسه زمانگیریه و بهتر همون انتخاب اول دقیق باشین. و بعدی که پرندولمنت شما انجام شد، برین به سفارت و درخواست ویزای دانشجویی میدین. ویزای دانشجویی به اساس چکلیست هر سفارت متفاوته. خب شما مثلا چون اکثریت اینجا ایران میرن مراجعه میکنن، ما بیشتر
روی چکلیست سفارت ایتالیا در تهران فوکس میکنیم، ولی چکلیست سفارت ایتالیا مثلا در هند، در ترکیه، پاکستان متفاوته، بس تغییرات داره که حتما خودتون رو مراجعه کنید، دقیق تر ببینید. وقتگیری مستقیم شما به سفارت مراجعه نمی کنین، اکثرا یک شرکت رابطه هست که شما مدارک خود تسلیم و شرکت میکنین و شرکت میبره به سفارت و وقتی که ویزه شما ریجکت یا ویزا دریافت کردین میرین دوباره شرکت تسلیم میشین. هزینه ویزا برای سفارت ایتالیا تهران 50 یورو هزینه ویزه تحصیلی است و حدود 29 یورو هم هزینه هماهنگی ویزامتریک یک سهم خود میگیره. یک مورد دیگه هست که بچه‌ها نام نحسی از سفارت دریافت میکنن، نظر شرایط متفاوت. خب که مثلا یکی رشته تحصیلیش متفاوته، یکی برای تمکن مالی، یک مثلا به مصاحبه دعوت شده، مدرک زبان گفته، با تفاوت داره با چیزی که مثلا تو در مصاحبه از خودت نشان دادی. برای از این کار برای رفع نحسی حتما باید یک کاور لتر نشد و کاور لتر هم باید خیلی شخصی سازی بشه، یعنی یک چیز عمومی نباشه. شما باید نظر به رشته که انتخاب کردین، نظر به دانشگاه و نظر به اینکه خود شما که تجربه دارین، که سوابق دارین باید بنویسین. و بعضی مثلا یه انگیزه نامه، کاور لتر اینا رو میشه شما مثلا از هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی اینا استفاده کنین برای نوشتنش، ولی باید حتما شخصی سازی بکنین و خیلی تغییراتی که نظر به ضرورت خودتان است، نظر به تجربه خودتان که دارین، نظر به علایق خودتان دارین، باید دوره تنظیم کنین و کاور لتر باید دقیق بنویسین و چیزی که در کاور لتر میگین حتما باید با اسناد او را ثبوت بکنین. مثلا پارسال بودن بعض دوستانی که ویزا شدن، نقصی گرفتن ولی ویزا شدن، آخر کاور لتر دادن که با همون کاور لتر 20 صفحه 30 ورق 20 ورق 30 ورق اتچمنت دادن به سفارت، گفتن که مثلا ما نقصی رکتو دادی به ما، نقصی به مورد باید را ثبوت کنی به سفارت با دادن همین اسناد. و چکلیست سفارت ایتالیا در تهران مهمترین اسنادش همیه، یکی فرم که فرم و دیست که باید خانه پوری شود، مدرک زبان هست که اگر شما پذیریش از رشته گرفتین که مدرک زبان به زبان ایتالیایی تدریس میشه، مدرک زبان ایتالیایی بدون نیازه، و اگر رشته با زبان انگلیسی مدرک که نیازه توفل و آیلتس قبوله، دوولینگو قبول نیسته، توفل 78 و آیلتس 60. و مسئله دیگه تمکن مالیه که یک از چیزهای خیلی مهمیه. چیزی که در چکلیست ذکر شده برای تمکن مالی گفتم ماهانه 467 یورو برای دوره تحصیلی باید بدین یا برای یک سال، ولی چیزی که سفارت میخواهد تمکن مالی خیلی بیشتر از اینه. شما ماهانه 467 یورو را با اضافه بلیت هواپیما در نظر بگیرین و با علاوه که مثلا اگر در چکلیست در پری انرولمنت شما یک مقدار شهریه یا فیس او هم باید در نظر بگیرید و به اینا اضافه کنین، تا آخر تمکن نهایی به سفارت بدین. یعنی مقدار پول که سفارت از شما میخواد خیلی بیشتر از ما و مدارک تحصیلی باید ارائه کنین به سفارت. برای کسایی که فارغ از افغانستان هستن، خب بعضی وقتا ویزامتریک گیر میده، میگه که مدارک تحصیلی شما باید نمیدونم شما برده در سفارت افغانستان در تهران مهر کنین، بعد بار وزارت خارجه و دادگستری اینا رو بگیرین. دوستانی بودن که همین ویزا شدن بدون اینکه این کارا رو انجام بدن. و ریزرو هتل یا محل اقامت که باید 10 شب باشه و یک بیمه صحی که بیمه صحی را سایت های ایرانی آنلاین به ما نمیفروشن چون کد ملی نیازه و فقط شرکتی که بیمه به ما افغان میدن بیمه سامانه. شرکت بیمه سامان کسایی واتساپ به اینا پیام میدین و اینا به شما بیمه صادر میکنه. بعدی هم رزرو بلیت و مدارک هویتی برای افغان ها سفارت ایران، سفارت در تهران امسال یک شرطی گذاشته که ما نمیتونیم تایید کنیم مدارک هویتی شما را، پس شما
باید از سفارت ایتالیا از سفارت افغانستان در تهران یا مثلا کنسولگری افغانستان در مشهد یک مدرکی به ما بدین که واقعا شما شهروند افغانستان هستین. و به علاوه تمکن مالی پولی که نیازه، یک گردش 6 ماه هم نیازه که پول 6 ماه در حسابتان بوده باشه و دوران کرده باشه که هم نیازه. و گردشی که خیلی یک گردش غیر منطقی باشه سفارت حتما نقصی میزنه به او گردش. بعد مثلا گردش پولی که یک مقدار خیلی یک دفعی پولی مقدار زیادی به حساب وارد شده باشه برداشت شده باشه حتما نقصی میگیره. و یک مورد دیگه که دوستان بعد از این که اسناد خود به ویزا متریک تسلیم کردن حساب بانکی خالی میکنن که کار چندین تجربه امسال سالهای قبل بوده که سفارت حتما این مورد تایید میکنه که تمکن مالی شما با بانک تماس میگیره که پول حتما در حساب باید باشه و با کسایی که پول از حساب برداشتن به اونا نقصی زدن و این نقصی که همچون نقصی بزنه که شما پول از حساب برداشتین امکان ویزا تقریبا صفره، یعنی شما ریجکت میشین و سفارت هیچ دلیلی هم که بگوین قبول نداره. و کسایی که حساب بانکی به اسم خودش نیست به اسم والدین مثلا به اسم پدر به اسم مادر نیازه که مدارک هویتی اونا را ارائه بدن و یک اقرارنامه از اونا که مثلا این فرزندم است و ما وقتی رفت ایتالیا اسپانسر میشم و هزینه هایی را متقبل میشم. و مرحله آخر بعد از رسیدن ایتالیا بعد از اینکه شما 7 خان رستم را سپری کردین و آمدین به ایتالیا انرولمنت برای بعضی دانشگاه ها قبل از ایتالیا هم انجام میشه، مدارک میفرستن و انرول میکنه، ولی برای اکثریت دانشگاه ها باید حتما به ایتالیا رسیده باشین تا انرولمنت رو برای شما انجام بده. که شما وقت آمدن به ایتالیا میرین ایجنسیا دل انترنته و کودیچه فسکال میگیرن، بعدش کت پرمیسو پست میکنین و رسید کت پرمیسو کودیچه فسکاله و مدارکی که دانشگاه برای انرولمنت نیازه را میفرستین به دانشگاه و این مدارک هم نیازه نظر به دانشگاه متفاوته. بعضی دانشگاه ها مثلا اصل مدارک فیزیکی شما را ما ببینیم چک کنیم تا بعدا به انرولمنت بدیم. بعض دانشگاه نه همو آنلاین پی دی اف هم بفرستی قبول دارن و شما 140 یورو ریجنال تکس و 16 یورو تمبرن میپردازین، بعد شما انرول میشین و میشین دانشجوی رسمی دانشگاه. و فعلا از خانم پروین میخوایم که راجع به رشته‌های پزشکی و امتحان آزمون آیمت یکم معلومات بدن، بعدا میریم به ادامه صحبت ها. سلام به همگی. در قدم اول تشکر از ظاهر و آمنه به خاطر تمام توضیحات خوب و کاملشان درباره رشته پزشکی و در کل آزمون آیمت. قبلا هم در گروه بحث شده. آزمون آیمت آزمونی هسته که برای رشته پزشکی نیاز دارید که پاس کنید. در کل در ایتالیا با آزمون آیمت میتونید پزشکی و دندان پزشکی بخوانید. فقط 2 تا از دانشگاه ها دندان پزشکی را ارائه میدن ولی باقی دانشگاه ها همگی پزشکی را ارائه میدن. آزمون آیمت International Medical Admission Test شورت فرم ای هست و یک آزمونی هست که در سالهای قبل توسط دانشگاه کمبریج برگزار میشد ولی از پارسال به این سو توسط خود نهادهای ایتالیایی آزمون طراحی میشه. آزمون 100 دقیقه هست و 60 تا سوال در وجود داره. 4 تا سوال برای مهارت‌های خواندن و دانش عمومی است. در این سوال میتونن از شما بپرسن که اولین فردی که زن بوده و جایزه نوبل دریافت کرده کی بوده. یک سوال این چنینی دارن. استدلال منطقی و حل مسئله. سوال‌های استدلال منطقی و حل مسئله سوال‌های این چنینی است که مثلا براتون میگن که فرد X با پسر خود در سال 2019 مثلا در سال 2019 4 سال اختلاف سنی دارن، بعد از مثلا 10 سال اختلاف سنیشان میشه
X و شما باید برای توی گزینه ها پیدا کنید که وقتی که فرزند به دنیا آمده پدر چند ساله بوده، یک چنین سالهایی. و زیست شناسی، سالهای زیست شناسی یا بیولوژی هم سالهایی هستن که بیشتر در ایران تدریس شده در کتاب هایی که 3 سال دبیرستان میخوانید. همینطور شیمی، فیزیک و ریاضی. ترکیب سوال تغییر کرده از سالهای قبل. سالهای قبل تعداد سوالهای زیست شناسی، شیمی و ریاضی کمتر بود و تعداد سوالهای استدلال منطقی و عمومی بیشتر بود. در نتیجه کلا آزمون آیمت آزمونی هست که داینامیک است و هر سال در حال تغییر است و شما باید به این تغییرات واقف باشید. خود آزمون آیمت به ازای هر سوالی که شما درست پاسخ بدید 1.5 نمره داره و اگر یک سوالی را اشتباه جواب بدید 0.4 نمره از شما کم میشه. در نتیجه بهتر است اگر سوالی را نمیدانید جواب ندید، چون به هر حال از سوالات درستی که جواب دادید ازتون کم میشه. در کل برای آزمون آیمت اگر میخواین ثبت نام بکنید شما معمولا تا جون جولای وقت دارید. خود آزمون آیمت ثبت نام فقط برای خود آزمون آیمت معمولا در ماه آگوست برگزار میشه، یعنی ثبت نام ها باز میشه و اگه شما سنترهایی بغیر از سنتر ایتالیا را مد نظر دارید حتما باید حواستان باشه. آقا یا خانم عطلخان لطفا اگه سوالی دارید در باکس چت بنویسید، بعداً براتون پاسخ میدیم. خب خود آزمون آیمت در ثبت نام برای آزمون آیمت در ماه آگوست باز میشه و اگر شما سنترهای مثل ترکیه، باکو، آذربایجان یا پاکستان، لاهور را مد نظر دارید، سنتر غیر از سنتر ایتالیا، بهتره در هم روزهای اول ثبت نام را انجام بدید به خاطر ای که ظرفیت ای سنترها خیلی زود پر میشه. در رابطه با خود آزمون آیمت، خود آزمون آیمت معمولا در ماه سپتامبر هر سال برگزار میشه، ولی پارسال به دلیل ای که از دانشگاه کمبریج و خود نهادهای ایتالیایی آزمون محول شد در ماه اکتبر برگزار شد، ولی امسال دوباره در 17 سپتامبر برگزار میشه. چیزی که درباره آزمون آیمت و کلا رشته پزشکی باید مد نظر داشته باشید این است که با توجه به دانشگاهی که انتخاب میکنید کمی پروسه متفاوت است و باید در نظر بگیرید که از همون اول یک دانشگاه را انتخاب بکنید و بعد از او با قوانین و مراحل همون دانشگاه ها پیش برید. برای مثال دانشگاه پاویا ددلاین پری انرولمنت داره، یعنی شما انرول نیستید ولی اعلام میکنید که برای دانشگاه پاویا رشته پزشکی میخواهید اقدام بکنید. در نتیجه باید قبل از اون تاریخی که خود دانشگاه مشخص کرده پری انرولمنت را انجام بدید، ولی بعضی از دانشگاه ها هم نداره. در کل برای آزمون آیمت چیزایی که مد نظرم بود و یک چیز دیگه هم هست، آزمون آیمت برای پزشکی هست. یک آزمون دیگه هم وجود داره که فقط پرستاری رو ارائه میده به زبان انگلیسی، دانشگاه پالرمو و ساپینزا، ولی ظرفیتشان خیلی کم است، در حد 5 نفر اینترنشنال و در صورتی که بخواهید میتونید برای پرستاری هم اقدام بکنید، ولی خب ریسکش بالاست. تشکر پروین از معلومات مفیدت. خواهش میکنم. و امروز صحبت میکنیم راجع به بورس‌های تحصیلی. بورس‌های تحصیلی ایتالیا معمولا 2 نوع میشه تقسیم بندی کنیم: بورس‌های مریت و بورس‌های استانی. بورس‌های مریت و بورس‌های بر اساس شایستگی میتونه از طریق دانشگاه باشه، از طرف دانشگاه یا نهادهای دیگه باشه، و یا از طرف خود دولت ایتالیا باشه که همون بورسیه وزارت خارجه ایتالیا است و این بورسیه داره محدودیت سنی و مقطع تحصیلی هست. بعد مشخص میشه که مثلا برای تای سن باشین میتونین اپلای کنید و مثلا لیسانس و یا ماستری، و برای گرفتن از این بورسیه رقابت وجود داره، چون بعضی از این بورسیه ها نظر به رشته و هم نظر به کشور تعداد مشخصه. مثلا بورسیه وزارت خارجه که اعلام میشه
به اساس کشور برای هر کشور یک سهمیه جداگانه وجود داره. سهمیه افغانستان در سالهای قبل فکر میکنم حدود 10 یا 11 نفر بود، چون این سالها قبلا سایت سفارت ایتالیا در کابل لیست برنده ها را اعلان میکرد، ولی این سالها به خاطر که میگن که امنیت جهانی کسایی که برنده بورسیه شدن در خطر نباشه اعلان نمیکنه، پس تعدادش دقیقاً برای کسی که از افغانستان هستن برای اهل افغانستان مشخص نیستن. و یک چیز دیگه که برنامه اراسموس و اکسچنج پروگرام، شما میتونید یک ترم و یا هم 2 ترم در دانشگاه اروپایی و یا هم دانشگاه غیر اروپایی سپری کنین و این امکان برای شما وجود داره و بعضی دانشگاه ها حتی با دانشگاه های دیگه مثل دانشگاه ایتالیا و یک دانشگاه آسیایی مثل دانشگاه چین یا ژاپن قرارداد داره. شما میتونین اپلای کنین و برین یک درس خود را در یک دانشگاه دیگه بخونین، یک ترم جدید کسب کنین. و مهمترین بورسی که همه اپلای میکنن بورسی تحصیلی حق تحصیل دانشگاهی هست که بهش بورس استانی میگن همه. این بورسیه بر اساس درآمد خانواده است، محدودیت سنی نداره و محدودیت رشته هم نداره و درآمد خانواده که برای بورس نیازه معمولا 1 سال قبل و یا هم 2 سال قبل و از پرداخت شهری دانشگاه معاف میشین، فقط همون 140 یورو و ریجنال تکس و 16 یورو مارکو دوبلو رو باید بپردازین و این بورسیه استانی خوابگاه شامل میشه و منسا و پول نقد هم میدن، ولی بورسیه های مثلا مریت ممکنه خوابگاه شاملش نباشه یا مثلا از پرداخت شهری دانشگاه معاف نشین، او را باید حتما بررسی بکنین. و این بورسیه نظر به هر دانشگاه نظر به هر شهر متفاوته. مثلا دانشگاه های مثلا موضوع منسا، بعض شهرها منسا برای شما یک وعده غذای رایگان میده و یک وعده هم این که شما برین در مقدار مثلا پول خیلی اندک 1 یورو 2 یورو یک وعده غذای دیگه بخورین. و بعضی دانشگاه مثلا شما میتونین با منسا رفته از سالن غذاخوری غذا نخورین، از یک فروشگاه خرید کنین و ددلاین ها هم متفاوته برای از اینا. مثلا برای لاتزیو دانشگاه روم و اطرافش مثلا آخر جولای، اول ددلاینی که شما نامه وضعیت مالی را از سفارت بگیرین و تحویل بدین ماه دسامبر، ولی برای اکثریت دانشگاه ددلاین ثبت نام و ددلاینی که شما نامه وضعیت مالی را به اداره بورس بدین همزمانه، ماه جولای، آگوست، ماه سپتامبر و باید شما خودتان نظر به کدام دانشگاه اپلای کردین، کدام استان هستین، موضوع را بررسی کنین و بسنجین. و خانمایی که مصروف تحصیل در رشته های استیم هستن، رشته های ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و ماتماتیکس، برای اینا نسبت به بقیه 20% پول بیشتر میدن تا اینا تشویق شوند به رشته ها. و یک از مدارکی که نیازه برای اداره بورس استانی خب سند منزل و یا هم اجاره نامه است، فیش حقوقی سرپرست است، شناسنامه سرپرست است، اقرارنامه است و بعض استان مدارک دیگه میخواهند. ولی افغانستان چون در جمع کشورهای فقیر میشه، آمدن یک لیستی از کشورهای فقیر هر ساله اداره بورس اعلان میکنه که افغانستان هم ساله در جمع از اون کشورها هست که ما فقط نیاز داریم برای یک نامه وضعیت مالی که سفارت افغانستان در روم نامه را میگیریم و بعدی که نامه را گرفتیم تایید اداره پرفکتورا میشه و برای بعضی شهرها هم تایید پرفکتورا هم نیاز نیسته و بعد از یک تایید پرفکتورا شد نامه بعضیا نیازه که به اداره کف رفتن رو از نامه و اداره کف ایزه صادر میکنه، ولی برای بعضی دانشگاه ها اداره کف نامه صادر نمیکنه و خود اداره بورس استانی همه ایزه را حساب میکنه و ددلاین خیلی مهمه برای بورس استانی. وقتی که ددلاین بگذره شما از بورس استانی محروم میشین. مثلا خب به غیر از اینکه نامه وضعیت مالی را به اداره بورس بدین، اکثریت ددلاین انرولمنت داره، ددلاین اپلود قرارداد خانه داره
ددلاین ارسال کیت پرمیسو داره و حتی اگه شما یک از ددلاین ها را از دست بدین شما از بورس محروم میشین و اکثریت اداره بورس استانی ددلاین متفاوت داره. برای کسای خوابگاه درخواست میدن و یا هم خوابگاه درخواست نمیدن و کسایی که خوابگاه درخواست میدن باید مدارک خود خیلی زودتر اپلود بکنن و زودتر بفرستن نسبت به کسایی که برای خوابگاه درخواست ندادن و میگن که ما خوابگاه نمیخواهیم. برای گرفتن نامه وضعیت مالی خوب شد میرین به سفارت و بعدش میرین درخواست اپاینتمنت میدین و میرین حضوری به سفارت. سالهای قبل سفارت افغانستان در روم نامه را به غیر حضوری هم صادر میکرد، یک کسی دیگه میرفت به جای یک کسی دیگه میشد نامه را گرفت، ولی این سالها سفارت یک مقدار سختگیری میکنه، نامه را به غیر از خود شخص و کسی دیگه صادر نمیکنه. اسنادایی که نیاز پاسپورت و تذکره خود متقاضی هست، ویزای تحصیلیش هست، نکاحت یا کارت نکاحت والدین هست و اگه نکاحت والدین نباشه کارت تولد خود متقاضی و اگر شخص متأهل باشه باید نکاحت خودش داشته باشه. یک فرمی که باید خانه خوری بکنیم، یک ورقه دستکارتی یا عریضه باید بنویسین، نامه پذیرش دانشگاه و یا هم کارت دانشجویی باید داشته باشین، یک خط عکس هست و مدارک هویتی اعضای خانواده هست که مثل تذکره، پاسپورت، پایش و مدارک مثل تثبیت هویت. ولی خب سفارت یک مقدار حساس شده، قبلا بهتر بود، راحت تر بود، ولی خصوصا امسال برای کسایی که نکاح والدینش نکاحت نداره یا خودش کارت تولد نداره، کسایی که مراجعه کردن نامه رو برون صادر کرده ولی از اونها یک تعهد گرفته حتما این نامه را تا یک ماه دیگه یا مثلا مدت کمتر این نامه را حتما برای اونها میفرستیم و گفته مثلا اگه این نامه را برای ما نفرستی سال بعد برای هیچ نامه صادر نمی‌کنیم. و این موارد یک شما مثلا فعلا که ایران هستین یا افغانستان هستین تهیه این مدارک مثل کارت هویت یا نکاحت راحت تره، پس این انجام بدین، بعد تا ایتالیا آمدین یکم دردسر شما کمتر باشه. و چند نکته که ما می‌خوایم براتون یادآوری کنم، این که گرفتن پذیرش دانشگاه به هیچ وجه تضمین 100% برای گرفتن ویزای شما نیست. مثلا خب برای کشورهای دیگه همین وجود داره، مثلا وقتی پذیرش گرفتین حتما ویزا برای شما میدن، ولی برای ایتالیا همچون موردی نیست. و ایتالیا یک تفاوت وجود داره نسبت به کشورهای دیگه که پروسه بورس و پروسه گرفتن پذیرش دانشگاه کاملا متفاوته، دو پروسه جداگانه است، اسناد مختلف کار داره، ددلاین های مختلف داره، مثل بعضی کشورهای دیگه نیست که وقتی شما از دانشگاه پذیرش میگرفتین حتما برنده بورس بودین. و دنبال اطلاعات از منابع معتبر باشین، مثل خود سایت خود دانشگاه، سایت خود سفارت، و ممکنه مثلا بعض اطلاعاتی که تا همین روز ما به شما داده ممکنه بعض جا ما اشتباه کرده باشم یا یک کسی دیگه اطلاعاتی که به شما میده ممکنه اطلاعاتش درست نباشه، پس شما دنبال اطلاعات از سایت خود معتبر باشین و تلاش بکنین. و یک دانشگاه ایتالیا اپلای و تا آمدن به ایتالیا یک پروسس زمانگیریه، ممکنه تا یک سال هم به طول بکشه. و میریم دنبال بعضی سوالاتی که شما پرسیده بودین، به این سوالات جواب میدم. یک سوال راجع به که افغانستان هایی که تابعیت ایران گرفتن فعلا شناسنامه ایران دارن، اینا دیگه همه مراحل باید مثل ایرانی ها سپری کنن و شهروند افغانستان تقریبا حساب نمیشن و مثلا مدارک بورس مثل ایرانی ها باید مدارک بورس تهیه کنن. نامه وضعیت مالی که از سفارت افغانستان در روم گرفته میشه برای اونا قبول نیست، اینا باید مدارک بورس تهیه بکنن مثل ایرانی ها و در سهمیه مثلا اگر سهمیه پذیرش باشه سهمیه بورس باشه ایرانی حساب میشن. و پاسپورت تمدیدی رو گفتیم که قبوله، باید صفحه اول و صفحه تمدیدی رو باید اپلود کنین همه جاها. و اگه پاسپورت شما تغییر میکنه، یک شماره پاسپورت تغییر میکنه، این اوکی است، سفارت هیچ مشکلی با این نداره، نه سفارت و نه دانشگاه. و یک از بچه‌ها
سوال پرسیده بود از قبرس. خب یکی از تجربه‌ای که من خودم دیدم، یک از بچه‌ها بود از پاکستان بود ولی قبرس دست خوانده بود و سفارت برای ویزا صادر کرده بود ولی دیوی صادر نکرده بود و با مراجعه و چی میان برای استیتمنت آف کامپریبیلیتی و استیتمنت آف وریفیکیشن صادر نکرد و ای آمد میخواست ماستری پذیرش گرفته بود ماستری شروع بکنه و بعد از تقریبا چند ماه بحث و دانشگاه آخر قبول کرد. برای گفت تو 1 سال دوباره اینجا بخوان، این لیسانس خوانده بود و ماستری میخواست اپلای کنه. گفت 1 سال تو باید اینجا لیسانس دوباره بخوانی تا ما بتونیم به تو پذیرش به ماستری بدیم و این بستگی به دانشگاه داره و ممکنه بعضی دانشگاه ها قبول نکنه این گپه. و یکی دوست دیگه سوال پرسیده بود که اگر دانشگاه از ما امتحان تثبیت زبان بگیره این سفارت قبول داره یا نه؟ نه، سفارت قبول نداره. سفارت فقط توفل، آیلتس و مدارک خودش را چک لیست ذکر میکنه قبول داره، مدارک دیگه را قبول نداره. و توفل هم مثلا توفل آی بی تی و اکومودیشن هر دو را قبول داره، آیلتس سنتر، آیلتس کامپیوتری هر دو را قبول داره و چیز مشخص سفارت ذکر نکرده مثلا من این را قبول ندارم. گفته با بورس تحصیلی تمکن مالی هم به سفارت ارائه بدم یا نه؟ خب اولی که با بورس استانی نمیشه به سفارت به عنوان تمکن مالی ارائه داد، چون بورس استانی با مدارک تمکن مالی به سفارت میدین دو چیز خیلی متفاوته. برای سفارت شما میگیم که من پول دارم، وقتی رفتم ایتالیا میتونم خود مصارف خودم رو بدم، ولی برای بورس استانی قسمی نیست. برای بورس استانی باید شما سند ارائه کنین و ثابت کنین که شما نمیتونین خود تمویل بکنین. پس این دو چیز خیلی متضاده و شما اصلا نباید به سفارت ذکر کنین که من برنده بورس استانی هستم. و برنده بورس استانی شما برنده نهایی وقتی میشین شما برسین به ایتالیا همه پروسه ها را که نیازه طی کرده باشین. تا وقتی همه پروسه ها را طی نکرده باشین، مثل ددلاین هایی که از پرس انرولمنت کیت پرمیس و اینا رو انجام نداده باشین هم شما برنده بورس نیستین. و بورس‌های مریت یک تفاوت وجود داره. بورس‌های مریت چون دانشگاه تضمین میکنه، میگه این نفر آمد من این مقدار پول بهش میدم یا مثلا کل خرج از این میدم، بعدو به سفارت این مقدار کمک میکنه. سالهای قبل وقتی کسایی که بورسیه مریت داشتن دیگه نیاز نبود تمکن ارائه بدن، ولی فعلا سفارت میخواه وقتی بورسیه مریت برنده شده باشین هم سفارت از شما تمکن مالی میخواه. موضوع گپ تحصیلی که گپ تحصیلی مهمه و گپ تحصیلی را شما باید حتما پر کنین. مثلا شما بعد از لیسانس 5 سال بعد از 5 سال میخواین ماستری اپلای کنین، 5 سال باید یک تجربه کاری یک چیز نشان بدین. حتی با دانشگاه مدرک نمیخواین، میشه سی وی و انگیزه نما یک چیز اضافه کنین، ولی سفارت امکانش خیلی زیاده برای گپ تحصیلی زیاده شما مدرک بخواین که چیکار کردن و مدرک سفارت میخواه مدرکیه که باید همه چیز کامل باشه. مثل که شما قرارداد کاری شما باید باشه، ای که پول دریافت کردن قبل از او باید باشه، همه چیز باید باشه. اگه کسی یک مثلا کارشناسی ارشد داره میخواد دوباره به کارشناسی ارشد اپلای بکنه میشه، ولی بهتره با دانشگاه ذکر نکنه که من یک بار پذیرش گرفتم، چون قانع کردن کمیته پذیرش دانشگاه یک مقدار سخته. و اداره بورس های استانی اگر شما یک مقطع تحصیلی را خوانده باشین و بخواید دوباره همون مقطع را بخوانین، یا با شما بورس اصلا نمیدن، تعلق نمیگیره، و یا هم یک مقدار خیلی کم بورس تعلق میگیره. پس به اداره بورس هم نباید بگین. و وقتی شما آمدین ایتالیا و شما زبان ایتالیایی تدریس نمیشه، شما خودتون باید دنبالی باشین که ایتالیایی یاد بگیرین. و راجع به تمکن ارزی میشه به سفارت ارائه داد. هم تمکن ارزی تنها نمیشه ارائه داد، ولی میشه یک تمکن میکس تمکن ریالی و تمکن ارزی را ارائه داد، چون تمکن ارزی نیاز به گردش حساب اینا نداره. اگر خیلی نزدیک وقت سفارت هم تمکن ارزی باز کرده باشین حساب ارزی اوکی. و خب تشکر. و خب برای اطلاعات بیشتر خب ویدیو را
ریکارد شده امروز و حتی هفته قبلی به کانال یوتیوب at learning in Italy اپلود میشه و کانال تلگرام ما هست AFT Apply Italy که میتونین مراجعه کنین و اطلاعاتی که نیاز دارین اینجا هست، چون از چندین ساله که دوستان زحمت میکشن و موارد مفید را جمع‌آوری کرده و داخل کانال میذارن و اگر ایتالیا هستین میشه برنامه انجمن نوروز را در صفحه فیسبوک دنبال کنین تا برنامه فرهنگی که برگزار میکنن اطلاع پیدا کنین و شرکت کنین. و تشکر میکنم از شما که همراه بودین با ما و توجه کردین. بچه ها سوالات خود هم در چت باکس فرستادن، در نتیجه خوب میشه به سوالاتشون هم پاسخ بدیم. سلام، در صورتی که شخص سال اول نتواند بورس استانی بگیرد، شما تعجیل در کل اگر شما پرمیسوی دانشجویی داشته باشید و اقامت دانشجویی در ایتالیا داشته باشید میتونید 20 ساعت در هفته کار کنید و با کار 20 ساعت در هفته فکر میکنم میتونید خرج خود در بیارید، در صورتی که سال اول نتونید بورس را بگیرید. اما ای که بتونید تجدیدی بگیرید یا نه من مطمئن نیستم و اگه ممکن است که اینرولمنتتان برای سال اول ملغا شود، در نتیجه شما با اینکه در ایتالیا هستید اما باید برای دانشگاه سال بعدی دوباره اپلای کنید، پس را حتما در نظر بگیرید. سلام احترامات. در کل سن خیلی محدودیت نداره، چه برای مقطع لیسانس و چه برای ماستری، اما سن داریم تا سن دیگه بستگی داره که شما زیر 30 سال هستید برای مقطع ماستری یا خیر. برای مقطع ماستری زیر 30 سال من دیدم که ویزا شده باشن. دانشگاه که معمولا حرفی نداره، سفارت. درس اوکی. خب گفتن راجع به قرارداد کاری پرسیدن، با بعض ارگان‌ها کار کردیم، فقط قرارداد کاری داریم، نه تنها قرارداد کاری برای سفارت کافی نیست. سفارت قرارداد کاری از شما میخواد، پیش حقوقی میخواد که شما این مقدار پول دریافت کردین، همه اینا رو مثلا بیمه میخواد که شما بیمه شدین، همه مدارک که نیازه. رشته های حقوق امتحان ندارن، بستگی به دانشگاه داره، به احتمال زیاد دارن، شاید همون طول که ای باشد. بعضی دانشگاه ها از شما مصاحبه میگیرن و وقتی که مصاحبه گرفت مثلا تثبیت سطح زبان شما و تثبیت که شما چقدر توانی درس خواندن دارین در میسنجن، ولی برای ماستری معمولا امتحان ندارن، ولی برای لیسانس معمولا طول و امتحان داره. درباره میس کردن آزمون طول متاسفانه پارسال ما یک کیس داشتیم در دانشگاه خودم، دانشگاه پادووا. من مستقیم رفتم با استاف دانشگاه صحبت کردم. فرد کسی بود که در زمان خود امتحان مشکل تکنیکال داشت، در نتیجه امتحان خود نتونسته بود بده و برای امتحان بعدی فقط جواب امتحان، نه خود امتحان دادن، جواب امتحان 1 روز بعد از ددلاین آمد و به همین خاطر نتونست که اون سال در رشته دلخواه خود پذیرش بگیره، هرچند نمره خوبی هم داشت. در نتیجه ددلاین چیزی است که کلا خیلی جدی و استریکت گرفته میشه، خیلی جدی هست. در نتیجه فکر نمی‌کنم که همکاری کنن. البته شما میتونید شانس خود امتحان کنید، ولی اگه از ددلاین گذاشته باشه احتمالش خیلی کم است و خب تنها کاری که میتونید انجام بدید است که ببینید دانشگاه‌های دیگه ددلاین دارن یا نه با همین طول، یا اینکه برای سال بعد اپلای کنید. و یک چیزی که فراموش کردم بگم که طول هم نمره منفی داره. وقتی که در امتحان طول شما یک جواب سوال را اشتباه میدین، یک نمره منفی برای شما حساب میشه. و در مورد چک لیست سفارت ایتالیا در ترکیه پرسیدن و اینکه اسپانسر لیتر جزء از اونها هست یا نه. این ما معلومات دقیق ندارم. شما میتونید خودتون یک چک بکنین
و سفارت ایتالیا در تهران چیزی خودش در چک لیست گفته گرانتی لیتر قبول داره با گرانتی را که همه مصارف تحصیل را سپورت بکنه و این موردیه که پارسال بعضی‌ها را سفارت ایتالیا در تهران با گرانتی لیتر ویزا داد ولی ویزای بعضی‌ها ریجکت کرد با بهانه ازی که مثلا گرانتی لیتر شما کسی که شما را اسپانسر شده موارد هویتیش درست نیست یا یک مورد دیگه، ولی اقدام با گرانتی لیتر نسبت به اقدام با حساب بانکی و تمکن مالی یک مقدار ریسکش بیشتره و تمکن مالی بهتره، گرد استیتمنت بانکی و گردش حساب. خب میخواستم بپرسم که من 3 سال معماری در هرات خواندم، حوالم رسوند بودم، دیگه اجازه ندارم تحصیل کنم. اوکی 2 سال بعدی اپلای کنم و چی اسناد نیازه؟ خب گفتیم اسناد همه چیزی که نیاز است سر گفتیم. فیصدی نمرات برای خانم حریوا کمی متفاوت است. فکر میکنم خودشان فعلا در ایتالیا هستن. در نتیجه اگر شما از یکی از دانشگاه‌های دولتی افغانستان فارغ التحصیل شده باشید یا در کل درس می‌خواندین و یا هم این که در دانشگاه‌های خصوصی که ایتالیا قبول داره، شما باید مدارک تحصیلی خود را هم وریفیکیشن یا CMA را بگیرید و بعد با خود دانشگاه‌ها در ارتباط باشید. در صورتی که باز هم بخواید اینجا سیویل انجینیرینگ بخوانید، ممکن است بعضی از کورس‌هایتان را معادل سازی کنه، در نتیجه کردیت او کورس‌ها خود به خود بدون از اینکه شما امتحانش را بدید در ترانسکریپتتون ثبت شوه. ولی ای که بگید چون شما در افغانستان یک بار لیسانس را خواندید اینجا از ادامه لیسانس بخوانید، فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. شما باید آزمون ورودی بدید و بعد از این که آزمون ورودی را قبول شدید، فقط تنها کاری که میتونید بکنید تطبیق مدارکتان است که بعضی از کورس هایی که پاس کردید در افغانستان را اینجا به رسمیت بشناسن. گفته در مقطع سال فراغت فیصدی نمرات و سین محدودیت داره یا نه؟ خب سال فراغت مهم نیست برای دانشگاه، ولی فقط برای سفارت مهمه، برای دانشگاه زیاد مهم نیست، ولی فیصدی نمرات برای دانشگاه ها مهمه. اکثریت دانشگاه ها مشخصه میگه که حداقل فیصدی نمره که شما میتونین اپلای کنین این نمره است. خب ماجسترالی که میشه همون لیسانس ها میتونین اپلای بکنین. نه ماجستر ماستری نه نمیتونم. برای ماستری در صورت میتونید اپلای کنید که مدرک لیسانس خود داشته باشید. و دانشگاه آمریکای افغانستان گفته از سایت شیمی حذف شده. دانشگاه آمریکای افغانستان از سایت ریاست اعتبارات و کیفیت وزارت تحصیلات عالی حذف شده بود ولی دوباره اضافه شده. خب دوباره اضافه شده و فعلا در لیست هست. و دانشگاه آمریکای افغانستان خب نامش هم تغییر دادن. فعلا فکر کنم دانشگاه بین المللی افغان همچون چیزی هست در افغانستان. آمینه اگه میشه خودت را جواب بدی، کسی که لیسانس را تکمیل نکرده معادل کاردانی گرفته باشه میتونه برای لیسانس اقدام کنه یا نه؟ صدا میاد. من متوجه منظورش از این که مدرک معادل کاردانی یعنی تعداد واحدایی رو پاس کرده که نتونسته لیسانس بگیره و به جاش بهش کاردانی دادن. در این صورت برای لیسانس میتونه اقدام بکنه و اون 2 سالی که فرضاً تو دانشگاه خونده آره میتونه یه چیزی باشه برای اینکه گپ رو پر کنه، ولی اون مدرک کاردانی رو اگه داشته باشه. این یک نکته است که آره در این صورت میتونه ارائه بده. برای سفارت ایتالیا شما میتونید به کشورهای دیگه مراجعه کنید، مالزی، ترکیه، هر کشوری را خواستین، ولی بیشتر ایران چون سالهای قبل یک مقدار با ما افغان ها راحت تر ویزا میداد بیشتر مراجعه میکنن. مثلا از هند از سفارت ها و کنسولگری های ایتالیا در هند سال قبل فقط 2 نفر ویزا گرفت.
خیلی ها اپلای کردن، خیلی ها پذیرش داشتن و مدارک خوب، ولی فقط 2 نفر ویزا گرفت که 2 نفر هم فقط برنده بورس وزارت خارجه ایتالیا بودن و دلیل ویزا گرفتن و دیگه هیچ کسی ویزا نگرفت. خب و ترکیه هم فکر کنم خیلی سختگیره برای افغان ها. ایران خوب بود که ایران هم این 2 سال میشه سختگیر شده و سال به سال سختگیرتر میشه و گفته که میتونیم پول از حساب برداریم. خب پول ده وقتی که ویزا شدین بهتر از حساب بردارین، تا قبلی که ویزای شما صادر نشده پول ده بر ندارین. برای بورس استانی کارت تولد الزامی است یا خیر؟ شما برای بورس استانی فقط نیاز به نامه سفارت دارید. در نتیجه ممکنه به صورت غیر مستقیم نیاز باشه ای که سفارت شما در صورت خودتان پاسپورت داشته باشید و اعضای خانوادهتان هم یک مدرک داشته باشن که ثابت کنند که اهل افغانستان هستن، نیازی نیست. نه امسال خیلی سفارت سختگیر شده و میگه یک کارت تولد و یا هم نکاخت والدین حتما باید باشه. و کسایی که نداشتن تعهد گرفتن از اینا که مثلا تا 1 ماه دیگه حتما بفرستن به سفارت. و طریقه مدارک خوابگاه وقتی که شما به بورس اپلای میکنین انتخاب میکنین که من خوابگاه هم نیاز دارم و شما رو به خوابگاه در نظر میگیرین و اگه خوابگاه خالی بود و شما همین پروسه بورس را طی میکنین و به شما اطلاع میدن. ولی خوابگاه ها نظر به بورس یک مقدار ددلاین های متفاوت داره، ددلاین های خیلی زودتر داره نسبت به بورس. و گفته اگه برادرم جرمنی میتونه گارانتی کنن، نه خیر، گارانتی بانکی فقط از کسایی قبول که فعلا در ایتالیا زندگی میکنن، درآمد در ایتالیا دارن. این جواب سوال آقای وحیدی رو فکر میکنم تو حرفای قبلی ما گفتیم و اینکه این جزئیاتی که در مورد حساب بانکی چطور پول رو اضافه کنه، خب ما اینا رو تو گروه خیلی صحبت کردیم. ذره وقت ما کمه، سوالا خیلی با جزئیاته و آقای بیات، خانم بیات که پرسیدن در مورد ثبت نام بورس که درآمد و بر چه اساس بزنیم، برای ما که مدارک مالی قابل اتکا نداریم همه اینا به صورت خود اظهاری بیان میشه. یعنی ما خودمون اظهار میکنیم که مثلا درآمد من اینقدر، بدون اینکه نیاز باشه بابتش مدرکی تحویل ادیزو بدیم. در نتیجه این به صورت کاملا خود اظهاریه، شما میتونین هر مبلغ رو بنویسین و چه بهتر که کمتر باشه، حالا نه انقدر که نزدیک صفر باشه. و اینکه شما اگه فردی از اعضای خانواده‌تون در خارج از افغانستان و ایران تو کشورهای اروپایی باشه، این به تصمیم خودتون بستگی داره. معمولا اظهار نمی کنن که یک همچین فرد رو توی خانواده هست و این درآمدشو داره. میتونم این یه چیز خیلی شخصی، یعنی انتخاب خودتونه. و این گواهی کارم که شما گفتیم به تنهایی کافی نیست، فیش حقوقی اینا رو فکر کنم اینم آقای رجبی جواب دادن. و یه نکته من بگم در مورد کلان حساب ارزی و ریالی. حساب ریالی شما حتما یه چیز هست که نمیتونین، یعنی باید باشه و 6 ماه گردش داشته باشه و حساب ارزی در کنار اون هست و گردش حساب 6 ماهه از حساب ریالی و شما میتونین عمده پولتون رو به صورت ارز تو حساب ارزی ارائه کنین و یه مقدار از اون تمکن رو توی حساب ریالی بذارید و گردش حساب از حساب ریالی بگیرید و گردش حساب هم 6 ماهه باشه، یعنی از این 6 ماه یه روزش هم کمتر نباشه. و خب خانم محسای نایت سوال کردن برای کسی که کیمیا کامپریبیلیتی نیاز داره و ایره در سمری یونیورسالیش گفته.
یک موردی هست خب که سفارت امسال حساس شده راجع به این موضوع. کسایی که ثمره کاندیشنال دارن سفارت حتما از اینا یک مدرک میخواه. تجربه رو دیدیم برای بعضی ایرانی ها وقتی مراجعه کردن به سفارت برای اینا دیوی صادر کرده، کسایی که در ایران تحصیل کرده، و بعد زنگ زده برای اینا که بیایی هم دیوی این دیوی رو دوباره بفرست به دانشگاه که دانشگاه ثمره یونیورسیتی تو رو اپدیت بکنه و بدون کاندیشن باشه، بعد دوباره بیا مراجعه کن. کسی که مثلا کامپریبیلیتی و یا هم وریفیکیشن نداره سفارت و یا مشخصا در ثمره ذکر شده خیلی موضوع ریسکیه که مراجعه کنه به سفارت و باید حتما قبل از مراجعه حتما اسناد باید بگیرن. در مورد نتیجه امتحان طور که گفتین به سفارت به تحلیل ویزا متریک بدین یا نه، شما هر مدرکی رو که دوست داشته باشین میتونین به صورت آپشنال همراه باقی مدارک ضروریتون تحویل ویزا متریک بدین و اصلا البته که نتیجه امتحان طور که چیز خیلی مثبتیه، فکر میکنم لازمه که شما تحویل بدین. و اینکه تحویل میگیرم ویزا متریک شما هر مدرک بدین. ببخشید من وسط حرفت میپرم برای ترک. فقط من یک کامنت اینجا بدم. بستگی داره، واقعا بستگی داره. ببینید برای بعضی از دانشگاه ها مثل رشته کامپیوتر ساینس دانشگاه سپینزا کسی که زیر 40 گرفته باشه به احتمال زیاد وارد دانشگاه نمیشه و آزمون طول معمولا از 50 نمره است. در نتیجه شما اگه از 50 40 بگیرید نمره خیلی خوبی محسوب میشه و خیلی هم اوکیه که شما جواب آزمون طولتون را هم به عنوان مدرک آپشنال بذارید. ولی بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه باری بعضی از رشته ها داره که هیچ وقت فول نمیشن، یعنی صندلیایی که دانشگاه اویلیبل داره برای اون رشته مثلا میگم 100 تاست، ولی دانشگاه هر ساله 30 تا 40 تا 50 تا داره و یکی آزمون طول میده و آزمون طول کشو میگیره 14. خب 14 از 50 اصلا نمره قابل قبول نیست، ولی با این حال من دیدم که فرد ادمیشنش مشروط دانشگاه رو میگیره، مشروط به این که وقتی میره دانشگاه چند از امتحانات خود دانشگاه رو پاس کنم. من به چشم خودم دیدم فرد هم کلاسی من بوده، به خاطری که ظرفیت زیاد بوده تونسته ادمیشن بگیره، ولی دانشگاه ازش خواسته بوده یا آزمون ریاضی با یا آزمون زبان بده و نتونست نه آزمون ریاضی و نه آزمون زبان خود دانشگاه رو پاس کنه، چه برسه به آزمونایی که ما توی رشته میخونیم و فرد دیسمیس شد، بورسش هم ازش گرفتن. در نتیجه همه اینا هست و باید در نظر بگیرید. اگه نمرتون کمه ولی باز هم به خاطر شرایطی مثل بودن ظرفیت پذیرش میگیرید بهتره که نذارید، چون واقعا مثلا نمره 15 یا نمره 20 نمره قشنگی نیست. یک موردی که من اضافه بکنم، بورسیه ایتالیا قسمی است که ممکنه شما سال اول بورسیه بگیرین و سال دوم بورسیه نگیرین و یا اینکه پول را سال اول بگیرین و مدت را که در خوابگاه زندگی کردین و از غذای منسا خوردین دولت بخواه و شما پول بخواه که پس بپردازین به دولت، چون این خیلی بستگی به تعداد واحدها و کردیت های داره که پاس میکنه و مثلا سال اول میگه که شما باید 20 کردیت 25 کردیت پاس کنین تا قسط دوم بورس بگیرین و اگر کمتر از این پاس کنین قسط اول بورس هم باید پولش پس دوباره بدین و برای ثبت نام سال دوم مثلا برای ثبت نام بورس میگه که شما باید این مقدار کردیت رو پاس کنین تا بتونین ثبت نام کنین و برای بورس سال دوم شوین و این مورد هست باید اینم در نظر بگیرین. و یک دوستی گفته چمیا 42 روز پیش پول پرداخت کردم هنوز خبری نیست. چمیا یک مقدار بیشتر بستگی به شانس آدم داره. خب بعض وقتا مثلا همین پروندید به دست یک افسر میفته که خیلی فعاله و زود انجام میده خیلی، و بعض وقتا پروندی آدم دست یک کسیه که مثلا یک مقدار تنبل‌تر یا مثلا دیرتر بررسی میکنه، دقیق‌تر بررسی میکنه، ولی اگه مشکلی بود حتما خبر میده. ما نگران نباشین. زیاد اگه مشکلی باشه حتما چیمیا برای شما می نویسه، ایمیل میفرسته که شما این کار رو باید انجام بدین.
در مورد اینکه گفتم حضور سر کلاس اجباریه یا نه اینجا که شما تشریف بیارین، اون دیگه خیلی بستگی به استاد شما، به درسای شما و رشته شما به این چیزا بستگی داره. ممکنه کار گروهی باشه، ممکنه استاد براش مهم باشه که شما سر کلاس باشین، ممکنه مهم نباشه، ممکنه درسای شما انقدر سنگین باشه که حتما باید سر کلاس باشین تا بتونین پاس کنین. ممکنه نمیدونم یه کار گروهی باشه که هر فرد از گروه نمره داشته باشه حضورش. این جور چیزا هست دیگه، اون خیلی بستگی به رشته داره. بعضی نامره هستن سر کلاس ها شرکت نمی‌کنن، آزمونا رو میدن، حالا پروژه ها رو تحویل میدن، ارائه ها رو هستن، ولی خب به طور عموم سر کلاس نمیرن. اون خیلی بستگی به دانشگاه، رشته و استاد شما دارم. آقای ناصری هم که پرسیدن، سلام آقای ناصری. کسانی که تو ایتالیا در حال تحصیل هستن میتونن برای این بورسیه‌ها درخواست بدن. من فکر کنم وقتی بورسیه اعلام میشه شرایط رو کاملا اونجا ذکر میکنن که این بورسیه برای چه کسانی هست و چه مثلا کسی که داره اپلای میکنه برای این فرده یا برای کسی که در حال تحصیل. همه این شرایط تو خود اون بورسیه ذکر میشه. ولی خب اگه آقای رجبی اطلاعات بیشتری در این زمینه دارن که من همین قدم بورسیه وزارت خارجه محدودیت دانشگاه اینا ندارم، خودم محدودیت سنی داره، میشه کسی در حال تحصیل هم درخواست بده. و یک کسی راجع به تغییر رشته پرسیده بود. خب تغییر رشته ممکنه در ایتالیا انجام بدن، سال اول امکانش خیلی کمه، این تقریبا ناممکنه، ولی با سال دوم میشه تغییر رشته داد. رشته هم رشته مشابه باشه باید، ولی تغییر رشته نظر خوبی نیست اصلا، چون اگه بخواید کلا به یک رشته متفاوت برید باید انرولمنت از رشته قبلی کنسل کنین، ویزای شما کنسل میشه، برگردین به کشور اولی یا کشور دیگه، دوباره ویزا بگیرین و اقدام کنین بیاین. ولی اگر رشته مشابه باشه هم دردسر داره. خب چون وقت شما میرین از یک رشته به رشته دیگه که میرین ممکنه شما سال اول 6 امتحان شرکت کرده باشین، مثلا 40 واحد کردیت داشته باشین، ولی رشته بعدی که میرین برای شما 15 واحد حساب کنه و اون رشته مضمونهای دیگه که پاس کردین به درد از رشته نخوره. پس شما چون سال اول بورس گرفتین، سال دوم باید برای بورس سال دوم ثبت نام کنین، چون برای سال اول پول گرفتین، بعد سال دوم چون تعداد واحد پورا نکردین نمیتونین ثبت نام کنین برای بورسیه، پس از بورسیه میمانین. این نظر خوبی نیست تغییرش اصلا. خب گفته سایت شیمیا بسته شد، سمریم ذکر شده، باید ارائه بدم یا نه؟ سفارت خیلی روی کیمیا حساسه و نیازه که ارائه بدین. خب سال قبل حتی که مثلا در چک لیست ذکر هم نبود، کسایی که کیمیا نداشتن سفارت میخواست از اینا که شما یک مدرکی بدین که مدارک تحصیلی شما واقعیه، چون مدارک تحصیلی صادر از افغانستان در نمیشه دولت سفارت ایتالیا در تهران تایید کنه که همین واقعی است یا نه. برای کسایی که از ایران فارغ شدن تاییدیه میبرن، ولی برای کسایی که از افغانستان فارغ شدن چنین تاییدیه وجود نداره، فقط اون تاییدیه کیمیا هست که میشه برد. آقای حسینی که سوالتون رو اصلاح کردین، آره اون 2 سال مدرک کارشناسی رو شما میتونین ارائه بدین و به عنوان اون 2 سال برای گپ شما پر کنه و برای لیسانس درخواست بدین. آره این میشه، ولی خب گپ مثلا 3 سال 4 سال 5 سال خیلی گپ زیادی نیست که باشه. ولی سال قبل مثلا من خودم گپ تحصیلی رو با گواهی کار بدون بیمه پر کردم، مشکلی نبود. اینا به سختگیری‌های سفارت بستگی داره، ممکنه یه وقتی بابتش بیمه بخوانه، شما ممکنه فقط گواهی کار بخوان، اون بستگی به گپ شما و شرایط شما داره. ولی آره میتونه 2 سال گپ رو پر کنه. تشکر میکنم از همه شما که اشتراک کردین در برنامه و وبینار بعدی ما حدوداً 1 ماه قبل 1 ماه بعد و یا هم کمتر بیشتر برگزار شد در ماه آگوست و در اون وبینار راجع به مراحلی که بعد از رسیدن به ایتالیا نیاز دارین صحبت میکنیم و چند تا مهمان خواهیم داشت که اونا از تجربه زندگی خود در ایتالیا بگن و با چه سختی هایی با چه خوبی هایی مواجه شدن. تشکر از همه.